ثروتمندانی به وجود اومدن که من از یک خانواده بسیار ثروتمند اومدم بیرون. من اصلا این چیزایی که میبینم تا حالا ندیدم. من الان رفتم جاهایی رو دیدم که پول آسانسورش اندازه ثروت 30 تا کارگره، 40 تا کارگر. خب این تبعیضه و اینا پولای دزدیه. این بغض دیگه از گلوی کارگرها فرو تو نمیره و منجر به انقلاب میشه، منجر به انقلابات کارگری میشه. خر و خور دارن میخورن، خدمات مالیات نمیده، حسابای بانکی بهره میگیره بدون زحمت مالیات نمیده، طلا میخرن 25,000 تا 30,000 تا مالیات نمیدن، آپارتمان مسکن مالیات نمیده. کی مالیات میده؟ کارگرها. کی مالیات میده؟ کارمندا. و این اشرافیتی که من در ایران میبینم در هیچ جای دنیا نمیبینم. خدایا شاهد باش، ما جلوی این دوربین شما گفتیم این پارتی های شبانه‌ای که من دیدم در هیچ جای دنیا من نمیبینم. خود من در سال 58 یک فرشته بودم، الان تبدیل به یک شیطان شدم. یک کشوری با این ثروت عظیم هر چی میدزدن تموم نمیشه، دزدی علنی شد، همینجور ادامه داره، امتداد پیدا کرده اومده، امتداد پیدا کرده اومده و دیگه سخته دیگه. میدونی معلم فقیر، کارگر رو میگیرن شلاق میزنن که اومده میگه حقوق من نمیده. اون کسی که حقوقش رو نمیده کاخ داره. نمیشه که هی به کارهای زشتی بکنی و بعد به مردم بگی تحمل کنی. امضاهای طلایی ناموس این مملکت فروخته. این فقر مال تقسیم ناعادلانه ثروت. این امضای طلایی آتشیه که افتاده در یک نیستان و یک نیستانی که از هر نیش خیلی صدای زیبایی بلند میشد، داره صدای آتیشش گوش منو کر میکنه. من رد میشم از این خونه های که میبینم. کاخ شاه در مقابل این چیزایی که اینو دارن میسازن صفره. در این مصاحبه شاهد باشید من گفتم روزی فقرا این خونه ها رو آتش میزنن. این بغض اجتماعی و این که گلوی به اصطلاح طبقات متوسط رو گرفته یکی از عوامل بازدارنده رونق در کشوره، چون این بغض تبدیل به یک کینه اجتماعی میشه. واقعا روزی که انقلاب شد یه عده‌ای، من یادمه که میگفتن میریختن تو خونه ها رو میگرفتن و میشستن تو خونه ها و تو آپارتمان ها و میگفتن کی گفته اینا مال ایناست. من اون روز میبینم که این، یعنی بر من عین روز روشنه که میبینم که این باستی هیلز روی عده‌ای میریزن میگیرن. یعنی من به عنوان کسی که جامعه رو میشناسم و دارم نگاه میکنم